خب بعد از یک استراحت کوتاه کار رو ادامه میدیم. این کار یواش یواش داره خودشو به ما نشون میده که با مداد چه کارایی میشه کرد. به نظر من مداد بهترین وسیله ابراز احساس هست که با خط و حجم سر و کار داره. متاسفانه نوک مداد که میشکنه یه مقدار زمانو از من میگیره، ولی خب باز میتونیم ادامه کار رو ببینیم. دوستان، من در مرحله بعدی اجرای این کارها رو با وسایل مختلف نقاشی براتون انجام میدم، مثل مداد رنگی، مثل آبرنگ، مثل پاستل، مثل حتی ایربراش که دیگه قدرتمندترین وسیله ابراز حس همون ایربراش است. ببینید خطوط چقدر خشن و ناگهان لطیف میشه به وسیله حس یک هنرمند. حالا هر کسی میتونه باشه و لوازمی که دستش داره. این کار زمان زیادی نمیبره، به خاطر این سرعت عمل یک نقاش یا یک هنرمند. سرعت عمل اگه نباشه کار زیاد پیش نمیره. پس اینجا تبحر و تجربه با هم مثل دو بال یک پرنده نیاز دارن که با هم دیگه به پرواز ادامه بدن. پرواز این دو مسئله، یکی استادی یک هنرمند و خلق یک اثر با مداد معمولی که بعضی وقتا به چشم دیده نمیشه. شاید این اثر برداشت آزاد یک هنرمنده که با خشونت خطای هاشور و لطافت دید یک هنرمند به این شکل داره ساخته میشه. زیباترین لحظه‌ای که این کار تموم میشه اون زمانیه که دیگه قلم از دست شما رها میشه و تصویر به صورت کامل به شما نمایش داده میشه. این خطوط بسیار زیبا و بسیار چشم نوازه. این دقایق که این کار اجرا میشه شاید سالهای زیادی از عمر یک نقاش گرفته که به این سرعت به روی کاغذ نگاشته میشه. خطوط آنچنان با هم میرقصند که طرح در مقابل آن
عاجز میمونه. من فکر میکنم که یک استراحت دیگه لازمه تا این وقت زیادی رو این ویدیو نگیره. متشکرم توجه کردید. عالی، مرسی.